سلام دوستان عزیز، وقت بخیر. الان میخوام قسمت دوم ویزای ترکیه رو بهتون آموزش بدم. در ضمن اون پایین سمت راست هم یه دکمه قرمز رنگه، اگه کلیک کنی روش ممنون میشم. با این کار عضو کانال ما میشین که میتونه خیلی زودتر از ویدیوهایی که ما میذاریم با خبر بشین. همینطور از ما حمایت میکنیم. چند تا ویدیو دیگه هم در دست ساخت داریم که واسه قرارداد خونه و برق و اینترنته. و اگه حالا نظر، پیشنهاد یا چیزی دیگه دارین که شما میتونیم ما در اون مورد خاص فیلم تهیه کنیم که بتونیم زندگی راحت تری در این آلمان داشته باشیم، ممنون میشم. اون پایین میتونید نظراتتون رو بنویسین، میخونیم، بشه در موردش فیلمی ساخت. حتما این کار رو انجام میدیم. تو ویدیو قبلی واسهتون توضیح دادم که به چه صورت و چه مدارکی لازم داریم. اون مدارک رو باید اسکن شده داخل کامپیوتر خودمون داشته باشیم. حالا یه بار با هم مرور میکنیم. یه عکس لازم داریم، یه بلیت هواپیما لازم داریم، یه دونه فیش حقوقیمون رو لازم داریم، یه دونه رزرو هتل. تو ویدیو قبلی گفتم که باید دعوتنامه داشته باشیم چون فولدرش پره و فولدرش رو پر کنیم تا بتونیم سندش کنیم. حالا اگر ما دعوتنامه نداریم میتونیم قرارداد کاری خودمون رو، قرارداد کاری که با صاحبکارمون داریم رو اونجا آپلود کنیم، یا اگر قرارداد کاری نداریم میتونیم همون اجازه‌ای که از جاب سنتر گرفتیم بتونیم مرخصی به ما داده، مثلا که ما فلان روزی بعد قرار ملاقات داریم با جاب سنتر، اون فایل رو اونجا آپلود کنیم، یا قرارداد یا اون برگه‌ای که جاب سنتر به ما داده. یه نمونه عکس پاسپورت هم اینجا داریم که حالا واسهتون توضیح می‌کنم بدم به چه صورت، کدوم اطلاعاتش رو باید وارد کنیم، کدوم اطلاعاتش لازم نیست وارد کنیم، به چه صورته. خب بریم سر کار اصلی. یه صفحه اینترنتی باز می‌کنیم. اون بالا اسم سایت ترکیه رو این بالا می‌نویسیم. نقطه اووی نقطه تی اسلش ویزا. اینتر رو میزنیم. خب سایت سفارت ترکیه باز میشه در آلمان. 5 مرحله داره که ما این 5 مرحله رو اگر به خوبی طی کنیم، برگه ملاقات، برگه نوبت دهیمون داخل سفارت دستمونه، میتونیم با اون برگه بریم سفارت و ویزامون رو دریافت کنیم. حالا در انتها بیشتر توضیح میدم. یکی این بالا اول میگیم از چه کشوری هستیم که میخوایم درخواست ویزا بدیم و انتخاب میکنیم. الان در آلمان هستیم. این قسمت حالا ما میخوایم به کدوم دفتر نمایندگی سفارت ترکیه مراجعه کنیم. تو برلین هستیم، دوسلدورف، اسن، فرانکفورت، هامبورگ، حالا هر جای دیگه هستیم اینو انتخابش میکنیم که ما باید با اون برگه که دستمون میگه در مرحله آخر ما بتونیم با اون برگه به اونجا مراجعه کنیم. حالا ما در نورنبرگ هستیم، میذاریم نورنبرگ. یعنی یه درخواست ما رو به اون سفارت دفتر نمایندگی تو نورنبرگ ارسال میشه. ما داریم نوبت رو داریم از اونجا میگیریم. 5 مرحله داره. میبینید که الان ما مرحله اول هستیم. چند تا اینجا گزینه داریم، ما با این گزینه ها رو پر کنیم تا بتونیم همینطور مرحله بعدی واسه ما باز بشه. خب این از مرحله اول. مرحله اول میگه ملیت شما چیه؟ ملیت شما میگه چی؟ ایرانی هستیم، میزنیم ایران. مرحله دوم میگه چه نوع ویزای شما لازم دارین، یعنی چه نوع مدارکی دارین که میخوایم با اون ویزا بگیریم. چون ما همون حالا دیپلمات داره، حالا مدل مختلف داره، ما مثلا اون چیزی که اصلی که داره مدارک پناهندگیه، پس ما این گزینه رو انتخاب میکنیم. ببینیم که ما این گزینه رو انتخاب میکنیم. میرسیم چه نوشته پاسپورت نمبر، یه شماره پاسپورت. حالا تو این عکسی که ما واسهتون آماده کردم، خب شماره پاسپورت این میشه، اینی که اینجا نوشته. تو پاسپورت همتون هم مثل همه، حالا این پاسپورت قدیمیه، این پاسپورت جدیده. جدیده که حالا بچه‌ها میرن دریافت کنن پاسپورتشون به این صورت. این شماره پاسپورتتون اون بالا نوشته.
حالا ما همین رو همونجا یادداشتش میکنیم. خب میایم تو این قسمت 4. بیا وقتی ما این گزینه رو انتخاب میکنیم، تنها گزینه‌ای که اون پایین به ما میده به صورت همون توریسته. ببخشید به صورت توریسته یا بیزینس داریم سفر میکنیم به ترکیه. میایم قسمت بعدی. تو این قسمت بیان میکنه واسه چی میخواین حالا سفر کنیم. باز همون توریست ویزا رو انتخاب کنیم. نوع ویزایی که میخواستیم دریافت کنیم ما اینجا میزنیم. میایم قسمت بعدی. چون که تنها هستیم یا با خانواده میخوایم سفر کنیم، اون سینگل رو انتخاب میکنیم. بعد با خانواده بودیم که پایینی رو انتخاب کنیم. میایم این قسمت دیگه الان کجا هستیم. آلمان انتخاب. خب دوباره باز ما اینجا اون شهرمون رو انتخاب میکنیم. حالا شهرمون میتونه هر جا باشه، کلن باشه، اسن باشه، دوسلدورف باشه، اشتوتگارت باشه، حالا هر جا باشه. ما اینو نورنبرگ رو انتخاب میکنیم. دوباره میایم اینجا این تیک رو میزنیم، این سیو رو میزنیم. حالا ما مرحله اول به خوبی و خوشی رسیدیم به مرحله دوم. تو مرحله دوم یه جا به خود توضیحات داده. ما این توضیحات خوندیم که میاد به صورت روان واسه شما بیان میکنم. میگه اگر این مدارک رو آماده دارین، اینو تیک بزنید که وارد مرحله بعدی بشه. این همون مدارکی که بهتون گفتم، مثلا عکس گفته داشته باشین، داکیومنت، حالا فیش حقوقیتون رو از پروازتون، از هتلتون، یا حالا از بانک اکانت بانکیتون رو دارین. حالا چند تا مثال زده، قراردادتون رو دارین و هر چیزی دارین اون پایین میتونین، اگر این 5 مورد رو دارین که این تیک رو بزنید مرحله بعدی برید. یعنی نداره که آماده کنید. ما اینو میزنیم، این مرحله دوم آغاز میشه. الان اسم میخواد از ما، حالا اسم هر چیز زدیم فرقی نمیکنه. سورونامه میشه همون اسم دوم که حالا خیلی ما از ایرانیان نداریم، ولی بعضی که دارن یه اون اسمشون رو باید وارد کنن. تو این قسمت ما وامیلیمون رو میزنیم. میرسیم این قسمت همون شماره شناسنامه رو میخواد. حالا شما شماره شناسنامه ایرانیمون رو بزنیم، حالا چه اتفاقی نمیفته، نزنیم هم هیچ اتفاقی نمیفته، چون میبینیم که ستاره دار نیست. چیزایی که ستاره داره است حتما بعد حالا اطلاعاتتون رو پر کنیم. چیزایی که ستاره نیست و مشکلی نداره، حالا پرن نکردین. حالا اون روی سمت آف انتالتون یه پایین شماره 6 رقمی هست، میتونید اون رو بنویسید. فرقی نداره، حالا شماره ایرانتون رو بزنیم، شناسنامه ایرانتون باشه چه نباشه هیچ فرقی نمیکنه. حالا میتونید 4 تا عدد هم میتونید بزنید که حالا شما واقعی دارین. حالا من چون ندارم من تو 4 تا عدد الکی میزنم. خب اینجا جنسیتتون رو مشخص کنید، مرد هستین زن هستین. اینجا میگه چه شهری به دنیا آمدین. حالا هر شهری که به دنیا آمدین همون رو می‌نویسین، فرق نمیکنه. حالا هر چی نوشته. میگه چه کشوری به دنیا آمدین. یه سری اطلاعات شخصیتون رو داره ازتون میپرسه که بعد این اطلاعات وارد. دوباره اینجا مجرد هستین، ازدواج کردین، مجرد هستین. اینجا الان میگه تاریخ تولدتون چیه. حالا یه تاریخ تولدم میزنیم. چه میگه اسم پدرتون چیه. چه میگه اسم مادر چیه. این حالا به صورت حالا اعتماد داره ازتون میپرسه، زیاد حالا چیز خاصی نیست. اینا میگه باز اینجا دوباره کشورتون انتخاب میکنیم. این قسمت میگه شغلتون چیه. اگر حالا ما بشه که اگر شغلتون تو این زمینه بود که این لیست رو میبینه از بالا نوشته تا پایین، حالا هرچی بود شغلتون رو انتخاب.
اگر حالا به صورت حالا می‌نویسین توریست می‌نویسین یا گردشگر نبود، شغل خاصی هم نداشتین، همین اردی رو انتخاب می‌کنین، یعنی حالا هیچ دیگر میشه، معنیش میشه دیگر. خب ما میام به این قسمت از ما ایمیل میخواد. ما باید یه ایمیل درست سالم بزنیم، چون ما میاد واسه ما الان نشونتون میدم یه کد واسه ما ارسال میکنه، ما باید اون کد رو اونجا وارد کنیم که بتونیم مرحله بعد بریم. ایمیلمون رو می‌نویسیم. اینجا می‌بینیم که یه به صورت البته یه کد رمزیه که اگه می‌خوایم هویت ما رو بسنجیم ببینیم ما واقعی هستیم، کامپیوتر ماشین چیه، داره این درخواست رو میده. کدم وارد میکنیم، این سیو رو میزنیم. می‌بینید که الان بیان میکنه، میگه ما الان یه ایمیل واسه شما فرستادیم، یک 10 دقیقه به ما زمان داده، تو این 10 دقیقه ما این کد رو که اینجا وارد کنیم و این کانفیگ رو بزنیم، میتونیم بریم مرحله بعد. ببینیم واسه ما کد رسید. به یه بار میبینیم بله، کد از سفارت ترکیه واسه ما اومد. ایمیل رو باز میکنیم، میبینید که این یک کد داخلش هست، نوشته حسن، آقای حسن خوش آمدگویی گفته. به این صورت ما این کد رو برمیداریم، کپیش میکنیم اینجا و می‌نویسیم شاپستش، کانفیگ رو میزنیم. الان ما مرحله دوم هم می‌بینیم که انجام دادیم، رسیدیم به مرحله سوم. تو مرحله سوم حالا یه سری آدرس و مشخصات ما رو میخواد. حالا آدرس می‌نویسیم دیگه، حالا آدرسی چیزی بنویسیم، یه آدرس واقعی بنویسیم. حالا من یه آدرس فالش می‌نویسم، لاک 25. شهر میگه شهرتون کجاست. اینجا هم کد پستی میخواد، حالا نورنبرگ که با 90 شروع میشه، همینطور زدیم. کشورم که در آلمان هستیم. اینجا یه شماره تلفن، یه موبایل از ما میخواد، با یه تلفن میخواد با یه شماره موبایل. حالا ما همینطوری چیزی می‌نویسیم، 3 تا 4 تا صفر هم بذاریم، اعدادش مشخص. حالا چون دیگه خیلی همونم شماره تلفن خونه نداریم، همون شماره موبایلمون هم بالا می‌نویسیم، اون پایین می‌ذاریم. خب میرسیم به این قسمت. بعد اینجا که ایمیلمون هم چون قبلا زدیم اینجا سیو هستی. میرسیم به این قسمت. دوستانی که کار میکنن بعد اطلاعات کارشون رو اینجا وارد کنن. ببینید هیچ شما ستاره دارن نیست، واجب نیست، ولی بالاخره اگر وارد کنین، چون بالاخره داره اطلاعات دقیق میدید، باشه بد نیست. اینجا میتونین اسم شرکتی که توش کار میکنین، آدرسش، شهرش، کد پستیش، تو آلمانه بالاخره، حالا 100% باید تو آلمان باشه، حالا وقت شاید بعضی تو اتریش کار کنن ولی زندگی در آلمان میکنن. شماره تلفن صاحب کارتون یا شماره شرکتشون یا ایمیلشون، اینا رو می‌نویسین که بالاخره اظهارات صحیح بعد انجام میدیم تو اطلاعات. سیو رو میزنیم. خب میرسیم به این قسمت. ما مرحله 3 انجام دادیم، الان رسیدیم به مرحله 4. تو مرحله 4 اومده از ما پرسیده تاریخ پاسپورتتون به چه صورته. تاریخ صدور پاسپورتتون چیه؟ خب تاریخ صدور پاسپورت چی میشه؟ تاریخ صدور پاسپورت این میشه. تاریخ انقضاش هم این میشه. اوکی؟ تو پاسپورت های جدید به این صورته. تاریخ پاسپورت اینجا نوشته شده. خب حالا ما یه تاریخ صدور میزنیم و یه تاریخ انقضا. تاریخ صدور میزنیم مثلا به سال 2016 پاسپورت ما فعال شد. اینجا هم تاریخ انقضا است. حالا
تاریخ انقضا رو هم میزنیم 01/05 روز ماه سال، حالا تا سال 2019 اعتبار. میرسیم به این قسمت. واسه خیلی بچه ها، واسه خیلی دوستان این قسمت سوال بود اینجا باید چی بنویسیم. اینجا از شما داره میپرسه صادر کننده پاسپورت شما کیه. ببین اینجا نوشته اشتات کد. تو مدل قبلی نوشته مثلا اینجا نوشته، قدیمی ها رو اینور نوشته، زیر عکستون نوشته شده شماره 9. جدید آمده باز همون شماره 9 اینجا نوشته شده. ببینید هر موردی داخل پاسپورت شماره داره. 1 2 فامیلیتون 1، اسمتون 2، تاریخ تولدتون میبینید که 3، جنسیتتون 4، همینطور اومده هر کدومش واسه شما شماره زده به چه صورته. تو تمام پاسپورت هست. ببینید 8 تاریخ انقضا است، 6 اسم شهر که حالا محل تولدتونه. اینجا میاد قشنگ زده. شما مثلا میزنید حالا صدور پاسپورت از کجاست. حالا ما میزنیم منشه، میزنیم منشه، میزنیم نورنبرگ. یعنی پاسپورت ما رو نورنبرگ صادر کرده. خب این هست. میایم اینجا قسمت سوالهای امنیتیه. اولش مهمتره، حالا نوشته مثلا حالا شما سفر کردین به طالب ترکیه یا نه. اگه بودین سفر کردین یس میزنین، چون حالا خیلی همون جدید سفر میکنین همین نو میزنین. تا حالا جای زندان بودین؟ نه. تا حالا درگیری داشتین؟ نه. تا حالا از ترکیه، از سفارت ترکیه جواب نه شنیدین ویزا؟ نه. حالا از سوالای نرماله همین نو میزنین، مثل سوالای امنیتی که رفت مثل پاسپورت آلمان دریافت کردین جواب دادین. چیز خاصی نیست سوالاش. خب میرسیم به این قسمت.